برای این کیفمون ما نیاز داریم به یک کفی 5 سانت در 20 سانت، 2 تا دیواره طولی 6 در 20 که کنار قرار میگیره و 2 تا دیواره عرضی میخوایم 7 در 5 سانت. خب که ما میایم لبه اینو کربش میکنیم. حالا چه شکلی؟ نگاه کنین اینجا 1 سانت من از اینجا میام پایین، این 5 سانت رو تقسیم بر 2 میکنم میشه 2.5. پس نیم سانت 1 سانت از اینجا میام پایین علامت میزنم، 2.5 سانت هم میام داخل اینجا علامت میزنم. خب این طرف هم 1 سانت میام پایین، از این نقطه به این نقطه وصل میکنم به صورت نیم دایره و اینجا هم همینطور که قیچی که میکنم یه نیم دایره اینطوری در میاد که برای چیه؟ برای لبه دیواری کناری کیفمونه که اینطوری در میاد. حالا در ادامه متوجه میشن اصلا جریان چیه. نگاه کنیم ما 3 تا نیاز داریم به این، یکیش که وصل میشه، 2 تاش هم اضافه ما میذاریم که یه خورده حجم بگیره لبه. خب که وقتی که ما میخوایم در واقع در کیفمون رو بذاریم، این قسمتی که یه خورده حجم میدیم به این قسمت دیگه داخل کیف نمیفته، ما نمیشه داخل کیف بیفته و روی کیف قرار میگیره و هم خیلی تمیز وایسه، هم خب زیباتر و شکیل‌تر میشه کارمون. خب این از این چیزایی که نیاز داریم ما برش بزنیم برای اینجا. حالا اینا رو ما میچسبونیم به هم دیگه و اون در واقع بدنه اصلیمون در میاد. نگاه کنید من اینا رو چسبوندم به هم دیگه، حالا بقیه‌اش هم با هم دیگه انجام میدیم. میبینید نگاه کنید این دوتا رو به هم وصل میکنم لب به لب. ببینید اینا رو حالا چه کار میکنیم؟ یکیشو نگه میداریم، یکیشو میاریم از داخل میچسبونیم. حالا چه شکلی؟ با چسب آهن. حالا اینو میذاریم کنار. قبل از اینکه بخوایم بریم کار چسب و اینا رو انجام بدیم، یه اون در واقع سرش که ما قراره این رو به این صورت درست بکنیم و در کیفمون باشه، این رو باید چی کار بکنیم؟ این رو الان توضیح میدم بهتون که باید چه شکلی آمادهش بکنیم که بعد روش بخوایم کاری که میخوایم انجام بدیم. ما نیاز داریم یه مستطیل 20 سانت در 16 سانت داشته باشیم. یه دونه 1 سانت نیم سانت، 1 سانت نیم سانت اینطوری میکنیم تا انتها که میشه چند تا؟ در واقع 11 تا ما 1 سانتی داریم. خب این 11 تا در درمونه 1 سانتیه که ما روی این مقوا جدا میکنیم. نیم سانتیش چیه؟ نیم سانتی فاصله که بین این 1 سانت باید قرار بگیره که میشه این. چرا ما این میکنیم؟ به خاطر اینکه انعطاف پیدا کنه و بتونه حرکت بکنه. اگر این شکلی باشه خب این به تبع اون انعطافی که میخوایم نداره. پس ما چیکار میکنیم؟ اینو برش میزنیم. حالا من یه دونه بهتون نشون بدم. اینو برش میزنیم و با چسب آهن میچسبونیم روی کار. همینطوری نگاه کنید دونه دونه این کارو میکنیم. حالا من یه دو تاشو میچسبونم. چسب کامل باید بزنیم. یکی در میون در واقع تو 1 سانتا، این 1 سانتا میاد تو این 1 سانتا قرار میگیره. خب تا بیاد به این انتها که برسه، بعد این لبه ها رو قیچی میکنیم. دقیقاً یه همچین چیزی در میاد. حالا اگه ما بخوایم این لبه ها رو گرد بکنیم، ما یه مستطیل 11 در 20 سانت داریم برای همون در دیگه. خب در کیفمونه. از گوشه های پایینش 2 تا 4 سانت داخل میشیم از سمت راست و چپ. خب بعد یه دونه چسب من گذاشتم، 2 تا نقطه رو اینطوری به هم وصل کردم. بعد قیچی میکنی به همین راحتی اون شکلی که میخوای در میاری. میتونیم صاف این کارو بکنی و گردش نکنی دیگه. این قسمت کار سلیقه‌ایه و اضافه های کاغذم میگیری
قسمتی که مقوا رو گذاشتین. بعد بریم توی لایه چسبونی. ببینین با چسب، حالا هر نوع چسبی که داریم، مثل چسب چوب رقیق شده یا چسب در واقع کاغذ دیواری، اینا رو که درست کردین، ببینین یک لایه از این کاغذ بازیافت مثلا A4 درست میکنین، میزنین. یک لایه هم کاغذهای رنگی، اگر بخوایم مثل من اینطوری سنباده بزنین و این مدلی درش برین که رنگای حالت ابر و بادی داشته باشین. خب وگرنه کلا این دو لایه بیرونش لازم داره کاغذ، یک لایه داخل. خب بعد من سنباده که زدم یه وارنیشم بهش میزنم، بعد میذارم کامل خوشه، بعد میرم سراغ کار آستریش. ببینید من یه مانتو داشتم دیگه، خب اندازم نبود و نمیتونستم استفادهش بکنم و سالم بود. من اومدم دلای بسته در رو گذاشتم و 1 سانت دور تا دور خط کشیدم و با قیچی قیچی کردم و درش آوردم به این صورت. خب حالا از پشت اون قسمت در رو با چسب در واقع همون چرمم به نظرم خوب کار کرد، یعنی اون بوی چسب آهن رو نمیده و اذیت کننده نیستش. خب به نظر من خیلی مناسب تره چون من دفعه اولم دارم استفاده میکنم و توی 1-2 تا کیپ که استفاده کردم خیلی راضی بودم. میذاریم رطوبت چسب بپره. خب بعد اینو به این صورت که توی فیلم هستش میذاریم. قشنگ اون 1 سانتی که براش اضافه گذاشتیم و دور تا دور کار باید علامت بزنیم. حالا اینطوری چرتش میدیم چون من میخوام چسب بزنم و این باید برگرده. ببینید این کلا یه مدل براتون درست کنم که اصلا نیاز به دوخت نداشته باشه. خب که خیلی راحت اگر چرخیتی نداشته باشی، دوخت بلد نباشی، بتونی این کار رو راحت انجام بدی. خب ببینید چسب رو میذاریم، باید بذاری رطوبتش بپره وگرنه چسب پس میده. درسته خشک میشه، یکم بیرنگ میشه، ولی وقتی یه چسب رو پس میده خب مشخص میشه و میمونه، سفیدک میزنه. ولی بذارید اون رطوبتش بپره، خیلی راحت اینطوری وقتی که لبه ها رو برمیگردونی خیلی راحت سریع میچسبه. حالا اینطوری 2 مرتبه من خط میکشم، این قسمت دوم اون سمتش هم مشخص بشه. خب اضافه های پارچش هم میکنیم 2 مرتبه. اینجا لبه ها رو من 1 دور چسبوندم، اون قسمتی هم که لازم باشه چرت میدم، مخصوصا لبه هایی که میخواد کرب باشه و گرد بیاد. حالا من توی جلوتر بهتون نشون میدم و اینا رو برمیگردونیم. خیلی اینطوری کار تمیز در میاد. ببینید منظورم اینجاست، این لبه هایی که قشنگ و گرد در بیاد چند تا چرت میدین که خیلی تمیز در بیاد و فرمش به هم نریزه تا اونجایی که احساس میکنین اون گردی رو باید نگه داریم. بعد حالا روی خود مقوا رو قبل از اینکه لایه رو بچسبونین علامت میزنین و اون در واقع دکمه آهن رباییمون رو به این صورت که من دارم انجام میدم شما وصلش میکنید. بعد چسب داخل رو میزنید 2 مرتبه، هم ببینین روی 1 سانت میزنید هم داخل نیم سانت ها، چون پارچه میخواد کامل روش بچسبه و این کارو کردیم. بزنید یه خورده رطوبتش بپره. بعد اینطوری خیلی راحت با دست فشارش میدین. بعد با یه ابزاری، حالا ته چاقوی چیزی، اون خطای 1 سانتی رو اینطوری میکشین که اونم حالت بچسبه و هم شیار قشنگ میندازه روی کارتون، همین که باعث میشه که خب محکمتر و بهتر وایسه، لق نزنه توی کارتون. برای این قسمت دکمه آهن ربایی این ورم نگاه کنین، علامت من زدم
تا شاخه‌اش رو به چپ و راست باز میکنین. اگر دیدین یه خورده سفته میتونین با انبار دستی هم این کار رو بکنین. دقیقا میخوابونیدش. خب بعد آستر داخلش رو میزنین قبل از اینکه در رو بچسبونید. خب اول باید آستر داخلش رو بزنین، بعدا نگاه کنید به این صورت. من در واقع یه مربع 20 در 20 در وردم و از 3 طرف 1 سانت به داخل اتو کردم، بعد چسب زدم. داخل کیف رو هم کامل چسب میزنیم. خب وقتی که چسب زدیم رطوبتش پرید، بعد شروع میکنیم آستر رو به این شکل چسبوندن. خیلی اینجا یه خورده با طمأنینه تمیز کار بکنید. و پشت کار رو هم من چسب زدم و که پارچه رو برگردوندم روی قسمتی که چسب داره راحت بچسبه. خب 2 مرتبه این قسمتی که پارچه یه چسب زدم، قسمت پایین ترش هم باز چسب زدم که 2 مرتبه رطوبتش بپره. بعد وقتی کار میکنم میام مرحله آخر در رو اضافه میکنم. حالا چسب رو پخش میکنم، میذارم رطوبتش بپره. یه خورده که رطوبتش پرید، بعد میام اندازه‌ای که میخوام، حالا من نیم سانت یه خورده آوردم بالاتر، نیم سانت آوردم بالاتر و در رو چسبوندم. خب یعنی از پایین نیم سانت آوردمش بالاتر، درش رو اینطور محکم میچسبونی و میذاری خشک بشه. بغلا رو 2 تا اگه یادتون باشه 2 تا مقوا بود، اونا رو هم به همین صورت با پارچه کاور کشی میکنیم. راش همینه، همین که دور در رو زدیم که چرت دادیم دور تا دورش اینا رو دقیقا این کار میکنیم، میچسبونیم و میذاریم به اون گوشه ها داخل، میذاریم به این شکل. خب تا این مرحله دیگه ما جامدادیمون تکمیل شد. دیگه باید بذارید کامل چسبش خشک بشه، درش هم باز بذارین که این هوا بخوره داخلش، چسبش کامل خشک بشه و یه بوی خیلی کوچولویی داره اون بوی بپره. خب حالا من اومدم اینجا یه کار دیگه اضافه کردم بهش، قصد این کار رو نداشتم. اومدم بندینک زدم بهش که بتونم دسته هم بذارم براش، که یه کیف جمع جوره که مثلا اگر یه موبایلی، آبربانکی، کلیدی در این حد بخوای همرات ببری و کیف دیگه همرات نباشه، کیف بزرگتر، بتونی از این استفاده کنی. از 2 طرف من اومدم 2.5 تا 3 سانت علامت زدم. بعد اومدم از این حلقه های کیف یه حرکتی انجام دادم. این حلقه کیف رو با نی نوشابه هستش 2 تا 1 سانت ازش در آوردم به صورتی که داریم میبینیم. خب و قیچی میکنمش توی این حلقه فلزیمون. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی راحت وایسه، چون ما یک جا میخوایم حلقه رو کار بذاریم دیگه. من اون در واقع اون نی نوشابه رو که 1 سانتی جدا کردیم قیچیش میکنم، به این صورت میندازم داخل حلقه. بعد این نی رو با چسب قطره‌ای یا چسب آهن یا چسب 1 2 3 میتونین بچسبونین به اون قسمتی که علامت زدین. بعد با لایه های کاغذ و چسب 2 مرتبه 3 تا لایه میاین چپ و راستی میزنیم و اون رو محکم کنیم. بعد یه سنباده کوچولو میزنیم و دیگه تمام، همون ضد آبش میکنیم و با وارنیش و دیگه کارمون آماده است. میتونیم بند بندازیم بهش.